سلام دوستان عزیز، من امروز بسیار زیاد خوش هستم. دلیل خوش بودن ما این است که برادران تاجیک، ازبک و ترکمان ما برام زنگ زدن، تبریکی گفتن و گفتن که یک دستاورد بسیار بزرگ است که زبان پشتو توسط مامدانی شاروال نیویورک یادآوری شد، در مورد صحبت صورت گرفت و هر افتخاری که مرتبط به آن جغرافیا باشه او افتخارات مشترک ما هست. دوستان عزیز، مرا بسیار خوش ساختن. من از همه شما قلبا سپاسگزار هستم و اینمی شناخت ما هست. زبان دری یک چشم ما هست، زبان پشتو دیگه چشم ما هست و همه ما شما ارتباط به اون جغرافیا داریم. تا زمانی که به ارزش‌های که دیگه احترام قائل نشویم نمیتونیم که به قله‌های موافقت برسیم. همه قسم باید پیش بریم. پشتون باید به تاجیک احترام کنه، تاجیک به پشتون، پشتون به هزاره، ازبک، ترکمن، همه ما باید یک مشت باشیم تا بتانیم که در پیشرفت کشور خود سهیم شویم و در هر جایی که میریم باید مثبت پیش بریم. اینمی شناخت ماست و ما قسم باید پیش بریم. همه شما رو دوست دارم. بازم میگم تشکر که زنگ زدین و تشکر که در این بخش توجه کردین.